همین موضوع فتوا دادنی رحمانو و در مقابلش سکوت اختیار کردن روحانیت رسمی. ببینید رحمانوف به روحانیان دستور میدهد، به گوشش ما فتوا میدهد که آنها چه حکم کنند. با کارتوشکا پروران، با اکادمیکای ساحه زراعتکاری میفهماند که آنها چگونه باید کارتوشکا پروری کنند. با چمپیون المپی میفهماند که چگونه باید گوشتی بگیرد. اصلا او تبدیل به یک علامه همدان شده است که از همه بهتر میداند که دین چی میگوید، علم چی میگوید، فرهنگ چی میگوید. این بار اول نیست که ما بگیم فقط روحانیت خاموش است. اصلا ما قشر روحانیت امروز نداریم. ما یک عده منصبداران مذهبی داریم. یعنی روحانیت همچون قشر در تاجیکستان وجود ندارد، همچون که اینتلیجنسیا یا زیایی همچون قشر دیگر وجود ندارد. ما داریم روحانیای الهیده، شخصیت‌های الهیده هستند. ما داریم زیایی‌ها یا اینتلیجنت‌های الهیده که اونها رو نمی‌شود گفت که اینتلیجنت نیستند. برای مثال استاد مومن قناعت یک اینتلیجنت است، یک زیایی است به معنای واقعیش. برای مثال اشای نورالدین جان یک روحانی است. اصلا این خاندان همشون خاندان روحانی هستند به تمام معنا. اما همچون قشر ما دیگر نداریم. ما داریم منصبداران مذهبی که از نام مذهب منصب میگیرن. همچون که ما داریم ورزشگران منصبدار، ما داریم عالمان منصبدار، ما داریم یک عده آدمانی که منصب‌های دولتی گرفتن با نام مفتی، با نام رئیس شورای علما یا با نام امام خطیب، ولی اینا دیگر نمایندگی از دین، نمایندگی از مردم نمیکنن. اینها نماینده مقامات دولتی هستند در نزد مردم دیندار و مسلمان. بنابر همین وقتی میگیم که چرا رحمان فتوا میدهد و قشر روحانی خاموش است، رحمان با همه فتوا میدهد. رحمان با ورزشگران هم فتوا میدهد چگونه ورزش، چگونه مثلا در گوشتی بگیرن، فوتبال بازی کنن. با عالم ها و با شاعرها و نویسنده ها، حتی با شاعر و نویسنده ها سفارش داده میشد که چگونه باید بنویسند و چی بنویسند. شاعر که اصلا باید حرف دل خودش رو بزند، نه اینکه با دستور و با سفارش شعر بگوید. ولی در تاجیکستان این حرفی جدید نیست. یک نکته جالب دیگر در سخنرانی، چون هر دفعه اینا همچون یک پیشگویی زمستان دور و دراز و طولانی و خنک و کم آبی همه در مجموع و ذخیره کردن 2 ساله. یعنی اگر ما گیریم که 1.5 میلیون اویله در تاجیکستان باشد و 2 ساله ذخیره کنی را سر کنه، در بازار چه حالت رو میدهد و عموما این چی میشود. یعنی 2 ساله، یعنی وای شاید خدا یوسف تصور کرده است در مصر یا چی؟ یعنی این چی معنی دارد 2 ساله ذخیره؟ ببینید این معنی را دارد که رهبریت امروزه تاجیکستان کمترین تصورات اقتصادی ندارد. اصلا اقتصادیات چی است، بازار چی است، هیچ تصورات ندارد. رهبر یک دولت حق ندارد به مردم بگوید که شما 2 ساله یا 1 ساله یا 6 ماه ذخیره کنید. این دولت باید ذخیره کند. هر دولت 2 ساله زپس یا ذخیره استراتژی خود را دارد. زمان شوروی هم بود، در همه کشورها هست این چیز. اما در تاجیکستان ما حکومت تمام مسئولیت را از دوش خودش ساقط کرده است. این را میپرتاید به مردم که مردم خودش ذخیره کند. این معنی را دارد که قدرت که تنگی اومد میگه من به شما گفتم. ببینید در تمام دنیا پرزیدنت ها برای مردم جای کار تامین میکنن، برای مردم معاش خوب تامین میکنن، نفقه خوب تامین میکنن، حقوق مردم رو رعایت میکنن، قانون رو رعایت میکنن. یگانه کشوری که پرزیدنتش فقط پروگنوز پگودا گپ میزند این تاجیکستان است که امسال وزنی میآید، زمستان طولانی میشود یا بارش کم میشود. ما اگر میدانستیم حالا که صحبت خود را شروع کردیم هوا خوب بود، الان شمال آغاز شد، از اون میپرسیدیم که بعد نیم ساعت در ورشاو هوا چگونه میشه که شمال آغاز شد. نباید رهبر یک دولت به مسئله های مشغول شود که وظیفه اون نیست.
وظیفه رهبری یک دولت، یک حکومت این تامین امروزه مردم است. در پولشا اگر هر رهبر دولت، هر حکومت بگوید که شما 2 ساله ذخیره کنید و وضعیت دشوار میشد، روز دیگر مردم به خیابان میریزن، او را استعفا طلب میکنن. مردم امروز میخواد ذخیره شما کجا است؟ ببینید اگر شما دعوت کنید که 2 سال ذخیره کنید، مردم خدا را شکر که مردم تاجیکستان مثل حکومت احمق نیست، ابله نیست. فردا نمیریزن با بازار تمام محصولات را خریداری کنن. امکانم ندارن 2 سال. نه پول دارن و نه جای ذخیره کردن 2 ساله دارن. اصلا بازار تاجیکستان اینقدر محصولات ندارد که مردم بیان بعد گفته رئیس جمهور از بازار این محصولات را خریداری کنن. در بازار یک باره نرخ بالا می شود، یک باره پول کم می شود و مشکلات مالیوی اقتصادی به وجود میاد. اما چون مردم ما از حکومت با عقل ترن، فهمیش اقتصادیشون بهتر است، این کارو نمیکنن. اگر به همه امر معروف و نصیحت های رهبری کشور اگر مردم گوش میداد، تاجیکستان ما وضعش از این بدتر بود. خدا را شکر که گوش نمیدن. خب باز یک افسانه دیگر اونجا بود نسبت همون تعداد تاجیکستان میگوید 7000 سلاح به دست طالبان در سرحد تاجیکستان است. در عکس آن رئیس بدخشان افغانستان این رو رد کرده بود. لیکن بگذار 7000 و اکثریتشون گویا تاجیک بودند و با رهبری شخصا محیدین کبیری اونا اونجا چی شدن؟ مسلح شدن و رنگ سال 90 آمادگی و جنگ می‌بینیم. ببین علیم، اگر ما واقعا در فکر سلاح، در فکر مسلح شدن و آماده کردن مردم برای یک مبارزه نظامی می بودیم و این فکر رو از قبل می داشتیم یا حالا داشته باشیم، به این روز نمی رسیدیم که بیایم در اینجا در ورشوا با هم بشینیم صحبت کنیم. حکومت تاجیکستان خیلی می خواهد که وضعیت رو طرز و جهانیان نشان بدهد که ما اپوزیسیون مصالحت آمیز نداریم. در تاجیکستان تنها میتواند اپوزیسیون مسلح با وجود بیاد که البته هیچ کس نمیخواد. جامعه جهانی امروز تحمل پیدا شدن یک نقطه داغ رو در جهان ندارد. همین اوکراین و سوریه و عراق و افغانستان کافی است برای همه. چون این وضعیت رو در میکنن، همیشه میخوان مسئله رو طرح عنوان کنن که حالا از سوریه مردم به افغانستان کوچیده است و نهضت اسلامی تاجیکستان این روند رو مدیریت میکند و خطر دارد. ببینید، اولش که من با تمام مسئولیت میگم که نهضت هیچ گونه برنامه ندارد و حتی اگر کسی هم در این فکر باشد، این درخواست ما هست، نصیحت ما است که خواهش ما این است که برادران این کار رو نکنند، چون این دلیل دادن به کسانی هست که میخواهند ملت تاجیک رو همیشه همچون تروریست و اکستریمیست معرفی کنند. اما سوال این است که کی مردم رو به سوریه فرستاد؟ مگر نهضت فرستاد یا حکومت امروزه جمهوری تاجیکستان؟ بیاید یک بار مقایسه کنیم که تا بستن نهضت اسلامی تاجیکستان از تاجیکان چند نفر بود در سوریه و عراق، بعد از بستن و بعد از این همه سرکوبی ها زندان کردن عدد به چند نفر رسید؟ همگی طبق گزارش وزارت داخلی تاجیکستان تا اون وقت یک چیز نزدیک 300 نفر ما داشتیم در گروه های مسلح از حساب تاجیکان. امروز شمارهشون به چند هزار رسیده است. طبیعی است که بعد از شکست خوردن در سوریه و عراق اونها باید یک جای نو پیدا کنند، میتوانند به شمال افریقا بروند، میتوانند به افغانستان بیایند. اما سبب و گناهکار اساسی خود حکومت تاجیکستان است و در عموم دیکتاتورها که مردم را آزادیشون را سلب میکنن، میگیرن، حقوقشون را پامال میکنن، امکانیت آزادانه به اقتصادیات و تجارت مشغول شدن نمیدن، امکانیت آزادانه به مسجد رفتن و انجام دادن مناسک دینی رو نمیدن، انتخابات آزاد را از اونها گرفتن. مردم دست به اعتراض زدن. اونها میخواهند که با همین رفتار اعتراض خود را بیان کنند که البته رفتار خوب نیست و ما هم همیشه اون رو محکوم کردیم. بنابراین همین نهضت اسلامی تاجیکستان به این تهمت ها هیچ ربطی ندارد و ما بار دیگر با استفاده از این فرصت از همه برادران و طرفداران اعضا خواهش میکنیم، درخواست میکنیم که هیچگاه به سمت
مبارزه مسلحانه حرکت نکنند، تنها در چارچوب قانون‌های موجوده بین المللی. این به معنی آن نیست که مبارزه مسلحانه در تاریخ ملت‌ها جا نداشت و اصلا امکان ندارد. نه، ما باید تمام چاره‌ها را ببینیم که تنها با راه‌های مصالحت آمیز به هدف خود برسیم. اما اگر جای برسد که حرکت‌های مردمی، اعتراض مردمی از طرف حکومت مورد هجوم قرار بگیرد، در اون وقت نه تنها تاجیکان، تمام ملت‌های دنیا، بشریت حق دارد که از خودش دفاع کند. چرا باید که حکومت‌ها غیر قانونی و برخلاف همه گونه معیارها دست به سلاح بزنند، دست به کشتار بزنند و مردم نتواند از خود دفاع کند؟ ما نباید مردم را همیشه در یک روحیه ترس و وحشت زدگی تربیت کنیم که اون طرف هر چی از دستش میآید انجام بدهد، ولی طرف مظلوم باید از خود دفاع نکند. نه، ما باید به مردم بفهمونیم که مبارزه مصالحت آمیز و قانونی در جای اول، اما وقتی که حکومت یا هر کسی دیگر اگر تجاوز کرد، اگر از ظلم و از خشونت استفاده بود، دیگر هر کس حق دارد که از برای دفاع از خود، از جان خود، از ناموس خود، از آزادیش اونم از خود دفاع کند به هر وسیله که امکان دارد. خیلی جالب. میترسم، به نظر میرسد چندین سال پیش هم گفتم، به نظر میرسد که در تاجیکستان تغییرات به آسانی و به مصالحت به گمانش کشید. نه، من فکر میکنم که راضی هم به قسم اول که با آسانی به دست نمی آید در تاجیکستان، ولی بدون خشونت امکان دارد. من به این باور دارم. من میدونم که تاجیکستان ارمنستان نیست، گرجستان نیست، رهبریت امروزه کشور ما سرکسیان هم نیست، شوردنزی هم نیست که به خاطر قدرت و مالکیتش دست به سلاح نزدن، دست به کشتار نزدن. در تاجیکستان آشکار میگن که چون به خون آمدن به خون خواهند رفت. اما باید ملت ما، همونطوری که پیشتر گفتم که از حکومت همیشه با عقل‌تر بود، نباید به این حرفا داده شوند و تا اون جایی که امکان دارد باید که از راه‌های مصالحت آمیز ما باید استفاده بریم. با فکرم همیشه در پیام ها طول 27 سال اینا چی در سطح نوعیت، چی در سطح شهر و ولایت و در سطح تو رحمانوف همیشه از صلح گپ سخن میکنند و از ثبات و از زیرکی سیاسی و این از نگاه من همیشه این دیگر خیلی معنی میگیرم. یعنی شما ما رو توقیف کنید یا اگر ما چقه شدید ما به جنگ نمیریم. یعنی رنگ ارمن و رنگ گرجی و رنگ اوکراین اگر به میدان ریختید ما به خون نمیرم. یعنی معنای همین پیام ها رو من هر سال همین شما کاملا معنای پیام ها رو درست درک کردید، منم موافقم. اما ببینید یک پهلو دیگری مسئله هم هست. ما وقتی که با هم شاید همسال باشیم بچه بودم، برژنف از دنیا گذشت. حالا یادم نیست چند ساله بودم. من واقعا گریه کردم چون تصوری من در اون سالهای نورسی هم این بود که برژنف همه ما رو میخوراند و میپوشاند. چون من از سیستم دولتداری خبر نداشتم، اصلا فکر نمیکنم که پدر و مادرم زحمت کشیده ایستادن. چون تبلیغات حکومت شوروی طوری بود که همه چیز حکومت است و همه چیز در دست برژنف است. ثبات ما را هم برژنف تامین میکند، نان ما را هم برژنف میتید و تمام زندگی ما با همون ربط دارد. و واقعا وقتی که برژنف یک بار از دنیا رفت من دیگر فکر کردم که دنیا به آخر میرسه. امروزه در تاجیکستان ما تقریبا همین وضعیت با وجود آمده است، خصوص برای نسلی که جوان است، هنوز دانش سیاسی عمیق ندارند و باز هم برای نسلی که جنگ زده هست. اینا به این افسانه باور کردن که همه چیز در اختیار یک نفر است. اگر همین نفر نباشد در تاجیکستان یا جنگ میشود یا گرسنگی میشود. البته گرسنگی که هست، سازمان ملل چند مراتبش هشدار میدهد که باید برنامه از گرسنگی نجات دادن تاجیکستان را
طراحی کرد و انجام داد. اما مردم به این تبلیغات، به این پروپاگاندا باور کردند و عیبی مردم هم نیست. مثلا در کره شمالی مردم فکر میکنن که واقعا هم همه چیز حکومتشون است. اگر حکومت گفت که همه باید بخندن، اونها میخندن. اگر گفت که همه باید بگیرید، همه میگیرند. و حتی باور کردن که کیهان‌آوردان کره شمالی در ماه فرود آمدند و اصلا مردم کره شمالی باور ندارد که یک زندگی بهتری در کره جنوبی وجود دارد. اونقدر تبلیغات حکومتی تاثیر کرده است. حالا از ملت ما هم تقریبا دارن همین چیز رو میسازن. شب و روز از یک نفر صلح آفرین و نجات دهنده میتراشن و شب و روز باز هم از طرف دیگر همچون جنگجو و دشمن و خائن میتراشن. بالاخره کسانی که دانش عمیق سیاسی ندارن، تحلیل ندارن، دسترسی به مطبوعات و خبرهای جهانی ندارن، اصلا از تاجیکستان بیرون سفر نکردن، با اونها تاثیر میرسونند. چون که در زمان بچگی با ما هم تبلیغات زمان شوروی تاثیر کرده بود. اما مسئله آن که مثلا یا ما هستیم یا جنگ، من فکر میکنم که یک قسمت این بلیف است، دروغ است و مردم هم بیاد بالاخره درک کنن که با این گروه، با این نفر میخواهند نمیخواهند یک روز نه یک روز جنگ خواهد آمد. چون بالاخره چند سال تحمل باید کند ملت. خیلی خوب، حالا خودش خداوند اگر چقدر عمر داده باشد معلوم نیست، ولی رفت. باز فرزندش، باز فرزندانش 5 سال 10 سال، یعنی از روی این منطق باید که ملت تاجیک عصرها باید تحمل کند یک خانواده، یک سلاله دزد، غارتگر، فسادکار و با یک ملت قشاق و همه پول در بانک‌های خارجی. چند سال باید ملت این را تحمل کند؟ بالاخره ملت یا باید از جنگ چند نفر به شهادت میرسد، یا از گرسنگی، یا از هجرت. ولی باید یک مراتبه ملت قاطعانه صدایش رو بلند کند. حالا من نمیگم که فردا یا پس فردا با چی شکل، دیر یا زود ما حتما به این میرسیم. ببینید علیم، امروز شما که در اروپا هستیم، حالا تا چند ماه پیش وقتی که در باره ملت‌های آسیای مرکزی و سابق شوروی صحبت می‌کردن، بیشترین احترام به ملت گرجی بود. من احساس می‌کردم وقتی که با هم صحبت می‌کردیم همه رو احترام می‌کنن، خیلی دیپلمات هستن اینا، ولی مناسبتشون با ملت گرجی فرق می‌کرد. تقریبا 2-3 هفته شد که وقتی که من با کارشناسا و با مردم صحبت می‌کنم، احترامشون به ملت ارمن بیشتر شده است. چون وقتی که ملت خودش رو احترام کرد، دیگران هم احترام میکنن. به ملت‌های آسیای مرکزی، به خصوص به ملت‌های مثل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان یک مناسبت عجیب دارن. میگن شما تاریخ بسیار قدیمی دارید، شما ادبیات، شما فرهنگ بسیار قدیمی دارید، اما طبیعت شما طبیعت ظلم پرور است. شما جسارت ندارید، شما جرأت ندارید. ولی ملت‌های قفقاز میگن گرجستان، ارمنستان، چچن، اینا ملت‌های با جرأت هستند. ملت‌های بالتیک ملت‌های با جرأت هستند. ما تا کی این تحقیر و این نگاه منفی ظالمانه رو نسبت ملت باید تحمل کنیم؟ فقط به خاطر اون که یک نفر بگوید که یا من یا جنگ. ما اصلا طرفدار جنگ نیستیم و اصلا من طرفدار استفاده راه‌های خشونتبار نیستم، اما باید آهسته آهسته قدم به قدم ملت از هر گوشه و کنار صدایش رو بلند کند و بگوید که خیلی خوب، شما 27 سال است که حاکمیت دارید، ولی تا کی باید یک روز این قطع کرده شود. من حالا ببینید موضوع ما یک کمی طرف دیگر می رود. دیروز یک جوان رو به خاطر آنکه با صحبت ویدیوی ما رو تماشا کرده است 9.5 سال زندانی کردن. خودت هم که خوندی البته. این چی هست؟ این در کدام قانون هست؟ این در کدام منطق هست که یک نفر رو خب حالا اشتباه کرد یا واقعا هم می‌خواست دید تماشا کرد، در کجا کدام قانون نوشته شده است که اون تماشا کردن یک نوار جنایت است؟ مگر نوارهای دیگر شخصیت‌هایی که واقعا جنایتکار بود تماشا نکردن؟ بالاخره باید ملت یک مراتبه بگید که این احمقی رو بس کنید.
کی رو باید بگید و کی باید بگید. اگر امروز ما نگیم، فردا نگیم، من نگیم، شما نگید، یک نفر دیگر نگید، این روند ادامه پیدا خواهد کرد و هر کدای ما رو به تنهایی میشکنند، نابود میکنند، زندانی میکنند و اونا راحت هستند. اونا هیچی رو از دست دادن نمیخواهند. اما ما و شما بالاخره باید آزادی رو به دست بیاریم، این ننگ و ناموس ملی رو به دست بیاریم. وقتی که در اروپا در هر کجای میگردیم احساس کنیم که نسبت ملت ما احترام دارن. اولی سوال میدین که پرزیدنت شما چند سال است در حکومت؟ شما بگید که 20 سال 25 سال تمام. نسبت ملت شما بها رو دادن. این فرق نداره تاجیک است، ازبک است، افریقایی است. از شما پرسیدن که رهبرتون چند سال است در حاکمیت، بگید که ما نظام جمهوری داریم ولی 25 سال است که در سر قدرت است. میگه خب همه چی فهم است دیگر. چون ملتی که خود رو احترام دارد اجازت نمیده که یک نفر 27 سال بالای او با دروغ با ظلم حاکمیت کند. اجازت نمیده که یک جوان رو برای یک لایک 9.5 سال زندان کنند. من فکر میکنم که ترسی که ملت رو فراد گرفته است باید با یک راه از دل مردم بیرون برآورده شود. من امروز اگر رسپت تیار ندارم بگم که راه این است. به نظر من علم این است که باید ما کسانی که حالا دعوای آگاهی رو داریم، روشن فکری رو داریم، باید فکر کنیم که با کدام راه میتوان از دل ملت این ترس رو بیرون کرد. این قدم اول است. این قدم اول به مردم تاجیک جسارت و جرأت و شجاعت رو برگرداندن. این ملت از روی فطرتش شجاع است، جسور است. این چند نابکار و ظالم شجاعت و جسارت ملت رو گرفتن. با دروغ، با تهمت، با زورآوری، با آنکه یک نفر در اینجا صدا بلند کرد زن و بچه و دختر و پیرزنها رو در اونجا اذیت میکنند. مادر جنت الله همکار ما بعد این همه فشارها به شهادت رسید. یا چندین نفرهای دیگر رو میبرن گروگان گرفتن. زن و بچه کیلون و نبیرگانی من حتی تلفن با تلفن صحبت کردن ندارن، خارج بر آمدن نمیتونن. اونا گروگانن. هیچ حکومت، هیچ رهبر طفل رو گروگان نمیگیرد غیر از حکومت تاجیکستان. با این راههای واقعا هم ظالمانه، ناجوان مردانه شجاعت مردم رو شکستن، جسارت ملت رو شکستن. دیگر وظیفه ما و شما این است که قدم به قدم این ترس رو از دل مردم بیرون براریم. صحبت ها باقی است. سلامت باشید دیگر. با امیدم که از همین روز اعتباراً شروع می شود، یعنی میشنویم بعضا برآمدها و مصاحبه ها و دیگر چون دیگر آرام ششتن و فکرم. بله، منم بعد از اینکه با این جوان این کارا کردم تصمیم گرفتم که حالا نمیگویم که کی و چه مقدار، هر ماه یا ماه 2 مرتبه، ولی خودم صحبت‌های ویدیویی با مردم روبرو داشته باشم، چون بالاخره باید با مردم صحبت کرد و این ترس رو از دل مردم بیرون برآورد. راه دیگر وجود ندارد. ما اگر منتظر باشیم که این حکومت یک روز نه یک روز خودش عقلش به سرش میآید و از این جنایت‌ها دست میکشد، به فکرم این انتظاری ما غلط است. و همین سخنرانی اخیر که در ماه شریف رمضان و به جای آنکه مردم رو به صلح و دعوت، به صلح و ثبات دعوت کند، به همدیگر فهمی و به پاک کردن قلب‌ها از کینه و کدورت، باز هم تهمت کردن و باز هم تفریقه انداختن بین مردم برای به خاطر مذهبش یا به خاطر منطقهش یا حزبش، من فکر میکنم که این دیگر الکی بیماری هست. بیماری رو تنها علاج کرده می شود. بیماری رو با صبر و تحمل نمی شود طبابت کرد، چون که ما تا این وقت فکر میکردیم که یک کج‌فهمی است، باید با صبر کرد و این کج‌فهمی خودش عقلش می‌دارد و اصلاح می شود. اما وقتی میبینیم که نه دیگه بیمار است، باید که طبابت شود. دیگر راه طبابت وقتی که ملت طبیب شد، راه طبابت دیگر معلوم است.